مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت قصد کشتار بهرمانه امسر از جانب شوهرش خبر داد. بنا به این منبع به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ترسونزاده با عریضه زن 41 ساله ساکن جماعت ریگر مراجعت کرده خبر داده است که سحنه 17 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 16:00 شوهرش مرد 43 ساله ساکن همانجا با سبب‌های نامعلوم با کارد آشخانگی 6 مرتبه به عضوهای بدنش زده، بعداً 2 مرتبه به عضوهای بدن خودش زده است. در نتیجه هر دوی آنها جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. تفتیش این حادثه ادامه دارد. در یک ماه آخر این دست کم چهارمین حادثه دست به جان خویشاوندان نزدیک خود زدن شهروندان در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً خبر داد که مرد 48 ساله ساکن شهر علیف نایه ظفرآباد روز 14 نوامبر در حجره استقامتیش با همسر 51 سالش مناقشه نموده با روی مال سرش او را بوغی نموده است. در نتیجه جبر دیده نفسگیر شده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هفته گذشته از آشکار شدن 3 جنایت کشتار بیرحمانه خویش و تبار نزدیک در 3 گوشه گوناگون جمهوری خبر داده بود. روز 9 نوامبر ساعت 11 در جماعت درقد نویای فرخور یک کیلین 31 ساله به گردن خوشدامن 55 سالش 2 ضربه کارد زده است. خوشدامن در رو به بیمارستان جان داده است. همان روز ساعت 16 ساکن 27 ساله جماعت اونچی نویای فرخور با تلفن همسر 25 سالش را به شهرک غفورов دعوت کرده او را با 13 ضرب کارد جابجا کشته است. شب 17 اکتبر ساعت 22:30 ساکن 45 ساله دهه فراب جماعت کروش نویای سپیتامین که قبلا برای افباشی و نگاه داشتن مواد ترکنده سود شده بود در جریان مناقشه اویلوی همسر 32 سالش را با سنگ به سرش زده کشته است و سپس با مقصد پنهان کردن این جنایت جسد زن را به کانال فرهاد پرتافته است. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویش و تبار نزدیک خبرهای زیاد به دست میرسد. جامعه شناسان این را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه و روحانیان به دور شدن مردم از کلام الهی و ارزش‌های دینی ربط می‌دهند.